ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم 3، گفتار 72. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن ز رفتگان ساختم. تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چه ره باختم. مؤلف. در این وقت پیرمرد پیدا شده از پنجه درختی گجوم دسترخوانی را گرفته آورده و پیش من پهن کرد. جوانی لاغر از یک صندوق چوبینی دریچه دار که در بون آن درخت ایستاده بود 2 نان کلان تنوکی گرم قاق آورده بر روی دسترخوان نهاد. طاهر جان و مقصود جان هر کدام 2 کاسگی 4 کاسه پیابه را آورده بر روی دسترخوان گذاشتند. طاهر جان در پهلوی جوان لاغر در کنار دسترخوان نشست و مقصود جان باز رفت. موسفید در یک کاسه پیابه نان گرم قاق را شکسته انداخته با یک قاشق نینی، قاشق چوبینی زدودی در پیش من و 2 کاسه دیگر را یک یک در پیش جوان لاغر و طاهر جان گذاشته کاسه 4 را به پیش خود گرفت. مقصود جان یک کاسه پیابه را آورده در کنار دسترخوان در نزدیکی پیرمرد نشست. هر کس کاسه خود را با نان گرم قاق پر کرده به خوردن در آمد. من هنوز خوراکخوری را سر نکرده بودم، اما از هوا کشیدن خورندگان به دهان خود بعد از هر لقمه و از جنبش بی ترتیب و بی طاقتانه لب و زبان آنها پی بردم که پیابه بسیار تند شده است و من به خوردن آن جسارت نمی کردم. موسفید این فکری مرا پی برده گفت: ما پیابه را به این درجه تند کرده خوردن عادت نداریم. این را فقط برای تو تیار کناندم و خودمان هم در قطار شالی کرمک آب خوردگی بر این خورده ایستاده ایم. تو هرچند تند باشد هم چشمت را پوشانده این کاسه را خالی کن و بعد از 15 دقیقه می بینی که صحت یافته ای. من سخن موسفید را نشکسته به خوردن سر کردم و بعد از هر لقمه در خود سبکی حس می نمودم. هنوز کاسه را نیم نکرده از سر و رویم و از تمامی بدنم عرق شاریدن گرفت. تا به آخر رسیدن خوراک لباسهایم تماما با عرق تر شدند. موسفید مصلحت داد که بخوابم و به کورپه پیچم، اما من قبول نکردم. حالا تماما درست شدم و قوت پیدا کردم. به خوابیدن دلم تنگی می کند. اگر رخصت دهید می روم، گفتم. حاضر رخصت نیست، گفت او. حاضر به راه برآمدن برای تو خطرناک است. اگر به مصلحت من درآیی امشب اینجا بخواب و فردا هر جا که خواهی رو. اگر این نصیحت را قبول نکنی 1 ساعت اینجا مانده دم گرفتن و عرقهای بدنت را شمال نداده خشکاندن در کار است. بهتر است که به زیر کورپه در آمده بخوابی. من باز تکلیف خوابیدن را قبول نکردم. دلم تنگی می کند، گفتم تکرارا. خب این طور باشد آرام بنشین، گفت پیرمرد و خود رفته
به خانه‌ای که به طرف غربی سرحوض بود در آمده، از آنجا یک کمپل آورده به تن من پیچاند و تکرار کرد: خب اکنون آرام بنشین. جوانان دسترخوان و کاسه ها را گنداشته بردند و موی سفید هم به طرف شرق سرحوض که آنجا هم حوض بر این چقور بود فرامده رفت و بعد از 2 دقیقه آواز او شنیده شد: مخدوم، مهمانتان را به لب صفه بیارید. در آنجا در تنهایی دلی وی تنگی می کند. در اینجا کارهای ما را دیده ساکول شده نشیند. جوانی لاغر آمده به کنار شرق سرحوض که در عین زمان کنار آن چقوری حوض مانند بود کرپچه‌ای پهن کرده مرا تکلیف نمود که به آنجا رفته نشینم. من کمپل را به تن پرعرق خود پیچانده آنجا رفته نشستم. در چقوری حوض مانند پیوسته به دیواره صفه حوض یک آخوری کلانی خشتی پختگی بود که درونش با گچ سفید کردگی می نمود. چقوری این آخور تخمیناً 1.5 متر، بلندیش هم 1.5 متر، درازیش 2.5 متر و برش 2 متر می آمد. در زیر آن آخور یک سوراخ آبگریز بوده، به دهن سوراخ از بیرون یک ناوچه چوبین شناندگی بود. در زیر آن ناوچه یک یامی سفالین که تخمیناً 10 سطل آب می برد گذاشته شده بود. آن آخوری انگور زیر کنی بود که اسپار و در بعضی جاها چارخیشت می نامند. در کنار جنوبی چقوری پیوسته به دیواره آن یک آتشدانی پریتمانندی درازی گچکاری بود که بری وی 1.5 متر و درازیش 2 متر می آمد. جای آتشمانی این آتشدان از طرف پیش از طرف شمالش بوده، موری و دودکشش از طرف پشت و پیوسته به کنار جنوبی چقوری بود. این دودکش از خشت پخته ساختگی بوده، بلندیش 2 متر می آمد. بروی آتشدان پیوسته به موری یک دیگی کلانی چوینی عادی که 5 سطل آب را گنجایش میداد شناندگی بود و در پایان این دیگ با فاصله 4 انگشتی 30 جفت دیگچه های دهن پهن شناندگی بودند که جفت دویم از یکم و جفت سیوم از دویم خردتر شده می رفت. در پهلوی غربی آتشدان در فاصله‌ای که در بین آتشدان و کنار غربی چقوری واقع شده بود 3 عدد یامی پرشربت تا پیش آخور جای گرفته بودند. در نزدیکی آتشدان و در کنار شرقی آن 2 خم میسینی پر از شینی بودند. موی سفید به میان خود یک پیشگیر بسته آبگردانچه نولداری را به دست گرفته به سر آن خمهای میسین رفت. جوانی لاغر که از طرف پیرمرد مخدوم خطاب کرده شده بود خیکی را گرفته به پهلوی موی سفید راست ایستاده دهان وی را یله کرده داشت. موی سفید با آبگردانچه از خم میسین شینی گرفته به دهان خیک ریختن گرفت. هر خیک که پر می شد موی سفید دهان وی را بسته برداشته برده به دیواره چقوری تکیه کننده راست می گذاشت و مخدوم خیک خالی را می آورد که باز به وی موی سفید شینی ریختن می گرفت. مقصود جان و طاهر جان با 5 شاخه ها دسته های خاری تر را آورده در درون آخور انداخته هموار کردند و بعد از آن با زنبر از کنار جنوبی سرحوض که در آنجا چاشی انگور بود انگور کشانده آورده به درون آخور از روی خار ریختن گرفتند تا به خیک ها برداشته شدنی 2 خم شینی آخور هم از انگور پر شد.
بعد از آن طاهر جان و مقصود جان جامه‌های دراز خود را از تن کشیده، برهای کرته‌های خود را به درون لازمی‌هایشان تیقاندند. ایزار پاچه‌هاشان را تا بالای زانو برزده با ریسمانچه بسته ماندند و بعد از آن پاهای خود را تا به زانو پاکیزه شسته به درون آخور در آمده انگورها را با قوتی تمام با پاهای خود زیر کردن گرفتند. شیره انگور که به سبب زیر کردن جدا می شد از بین خارهای تر صافی شده در تگ آخور گذشته، از آنجا به سوراخ آبگریزی وی رفته به واسطه ناوچه به یام ریختن گرفت. پیرمرد بعد از فارغ شدنش از کار شینی برداری با آبگردانی کلان از یامهای پور شربت کشانده و دیگهای بر آتشدان شینانده شده ریختن گرفت. مخدوم با 5 شاخه از خارهای خشکی در کنار شمالی چقوری غرم کرده مانده بودند دسته دسته آورده در پیش آتشدان غون کرد و بعد از آن با آتشکاوی آهنینی سرپنجه‌دار یک دست خار را به درون آتشدان در آورده آتش درگیراند و پیش پیش دسته های خار را با آتشکاو به درون آتشدان تیله می داد و از غرم با 5 شاخه باز دسته های خار را کشانده در پیش آتشدان غون می کرد. پیرمرد بعد از پر کردن دیگها یک جوال شال را به دهانش از 2 طرف 2 چوب بسته به 2 ارغمچین غفصی که از یک شاخ غفص گجوم بر بالای چخوری آویزان ایستاده بود از آن 2 چوب آویخته در زیر جوال یک یامی سفارین گذاشته و لای تکشین یامی از شربت خالی شده را با آبگردان گرفته به درون آن جوال ریخت که شربتی از جوال صافی شده گذرنده به درون یامچه چکیدن گرفت. موسفید به سری آتشدان رفته از یک دیگچه به دیگی دیگر با آبگردانچه شربت گذرانیده می ایستاد و با بیلچه کفگیر مانندی سفید کرده شده درون دیگچه ها را می کفت. هر وقت مانده شود به لب صفچه‌ای که در پهلوی آتشدان در پیش دیواره چخوری ساخته شده بود نشسته دم می گرفت، چای می نوشید و بعد از آن باز به اطراف دیگهای شینی پزید دور می زد، شربت می گرداند و دیگ می کافت. وقتی که شربت یک جفت دیگچه از همه آخرین و از همه خردتر غفص شده در وقتی جوشیش بر روی خود حبابچه های چشمی مرغی پیدا کردن گرفت، موسفید شربت آن دیگ را که اکنون شینی شده بود با آبگردانچه به یامی میسین گرداند. به آن یک جفت دیگچه از جفتی بالای وی بودگی و به این جفت از جفتی سرگه بودگی شربت‌های نیمپز را گذرانیده به جفتی سرگه از دیگی کلان شربت ریخت و از یام با آبگردانی کلان شربت آورده دیگی کلان را پر کرد. به همین طریقه شینی پزی پیرمرد دوام کردن گرفت. وقتی که با شربتی از آخور ریخته ایستاده یامی زیر ناوه پر شد، موسفید شربت آن یام را با آبگردان کلان به یامی که لای تگنشینش پاکیزه گرفته شده بود گذرانیده ریخت و از آخر به یام خالی شده زیر ناوه باز شربت ریختن گرفت. شینی پزی تا بیگاهانی دوام کرد. من که به تماشای شینی غرق شده از آنجا رفتن را از یاد برآورده بودم، در بیگاه روزی به راهی دور پیاده برآمدن را مناسب ندیدم و خود را به نافهمی زده بقیه کار آن کارخانه را در زیر دقت خود گرفتم. مقصود جان و طاهر جان انگور زیر کنی را تمام کرده از آخر برآمدند و دوباره پاهایشان را شسته کفشها و لباسهایشان را پوشیدند. مقصود جان کلوخهای تنبوسی تموزی یعنی
کلوخ‌های آفتاب تابستان خورده خوب خشکیده را آورده به درون یام‌هایی که از شربت نو از انگور جدا شده پر بودند ریخت و با طاهر جان هر دو در دستهاشان 2 چوبی 2 متری را که قفسیشان برابری کلند دسته می آمد گرفته آن شربت ها را قلاق زدن گرفتند به حدی که کلوخ ها به شربت حل شده رنگ سفیدی سبز تابی وی را به رنگ لایابی بهاری گرداندند. وقتی که مقصود جان و طاهر جان از قلاق زنی فارغ شدند پیرمرد به مقصود جان فرمود که شوربا پزد چای جوشاند و به طاهر جان فرمود که به جای مخدوم در آتشدان شینی پزی هیزم ماند که او شینی کوزگی را پخته گیرد و به مخدوم گفت مخدوم شما مانده شدید اکنون به پیش مهمانتان برآمده نشسته دم گیرید و او را نگذارید که براه براید چون که بسیار بی وقت شد و در روزی روشن به غژدوان رسیده نمی تواند. مخدوم آمده در پیش من نشست. موی سفید در چقوری ایستاده به او صدا داد از درون ناندان کامه گرفته با مهمان خورده نشینیتان. اکنون عرقی بدنم خشکیده بود. من کمپل را از کتفم پرتافته دورتر از سرحوض به طرف باغ رفته قدری گشت کرده دست و روی با چنگی راه آلوده شده ام را در جویچه درونی باغ شسته آمدم. مخدوم بر روی صفه سرحوض در پیش جای نشستی من دسترخوان پهن کرده بر روی و 1 نیم کاسه کامه را با 1 نان ملایم گرم قاق کرده نشده گذاشته بوده است. مقصود جان 2 چایnik چای دم کرده آورده یکش را با 1 پیاله در پیش ما و دیگرش را برده بر روی صفچه دمگیری پیرمرد مانده خود به سر دیگی شورباپزیش رفت. من و مخدوم با چای گرم و نانی گرم کامه خوردیم. کامه مربای پوچاق تربوزی بود که به جای شکر با شینی پخته بودند و هر مربایی که با شینی پزند کامه نامیده می شود. موی سفید به پختن شینی کوزگی سر کرد. او شربتی صافی از جوال گذشته را با 1 یامی شربتی صافی دیگر که وی از لای شربت‌های کلوخ زده به واسطه از جوال گذرانیدن تازه کرده مانده شده بوده است در این باره مخدوم به من معلومات داد دیگ‌های شینی پزی را پر کرد و طاهر جان آتش ماندن گرفت. موی سفید این شربت را به درجه جوشاند که حباب‌های در وقت جوشیش بروی شینی پیدا شده به درجه کلانی چشمی شتر رسیدند. رنگ این شینی هم از رنگ شینی اولی فرق داشت. شینی اولی سیاه چتاب بود، این شینی رنگی طلایی پیدا کرد. موی سفید این شینی را به یام‌های میسین برداشته مانده بعد از سرد شدنش به کوزه های سفاری آب نارسیده که گردنهاشان از شکمهاشان درازتر بودند انداخت و دهان کوزه های از شینی پر شده را با خمیره گچ بسته محکم کرد. مقصود جان و طاهر جان بعد از خوردن شوربا به واسطه 5 شاخه ها خارهای درونی آخر را با تگس ها، دانه ها و پوست های انگور برداشته به زنبر انداخته برده به کناره‌ای که از جای نشستی باغ دورتر بود ریختند و آخر را پاکیزه شسته بروی وی بوریا پوشانده برای کاری فردا تیار کرده ماندند. من آن شب در آن سرحوض خوابیده فردا پگاهانی بعد از تعطیل برای خود رفتم. شناساییم با حیرت. در سال آخرینی که در مدرسه بدلبیگ بودم سال 1896 با تخلصی عینی شعر گفتنم را
بعضی دوستانی به من بسیار نزدیک فهمیده بودند. من در آن سالها برای خود بیاضی ترتیب داده در حاشیه آن جمله سنه افتتاح سر شدن 1895 1312 را با خط خود نوشته مانده بودم. در آن بیاض شعرهای کلاسیک ها و شاعران زمانی را اساساً با خط خود می نوشتم و بعضی خوشنویسان قدردان واخورند بعضی شعرها را با طرز یادگاری به آنها نویسانده می گرفتم. از این جمله چند شعری جامی را به میرصالح که شریک درسی برادرم و حامی من در مدرسه آریمجان بود نویسانده گرفته بودم. اولین بار شاعری مرا او حس کرد و خواهش کرد که شعرم را بیند. من شرمیدم که از چنین آدمی انسان پروری نرم معامله قدردان سر خود را پنهان دارم و به او شعر خود را نشان دادم. او با بعضی تنقیدها و مصلحت‌های جزئی شعر مرا توصیف کرد، اما من به توصیف او غره نشدم و همیشه در پی آن بودم که کسی را یابم تا به من به این کار مصلحت و یاری دهد. در بهار سال 1895 شریف جان مخدوم ختم درس کرده با آن مناسبت توی کلانی تشکیل داده بود و من هم در آن توی برای خدمت کردن به مهمانان به صفت خدمتگاری سابق صاحبی توی دعوت شده بودم و به همین مناسبت علاقه ام با او دوباره برپا شده. بعضی روزهای تعطیل به سلام او می رفتم و اگر دوستان شاعری او در پیشش باشند در صحبتشان سامع شنونده شده به قدر قوه و امکان فایده می بردم. از این علاقه دویم فایده بردن خواستم و روز یک شعر خود را به او نشان دادم، مصلحت پرسیدم. در حضور او غیر از میرزا عبدالواحد کسی نبود. او شعری مرا با هیچ تنقید تعریفی مبالغه دار کرد و در پس آن تعریف به من فرمود که برای پدری مرحومش دام الله عبدالشکور قاضی کلان تاریخ وفات نوشته دهم و حالان که پدری او در سال 1306 1889 6 سال پیشتر از آن روز وفات یافته بود. بعد از 6 سال وی هم به من بر این یک جوانی هوسکار تاریخ وفات یک عالم کلان را فرمودن غیر از امتحان چیزی دیگری نبود. من حس کردم که از آن خودی من بودنی آن شعر را او باور نکرد و بنابراین به من آن تاریخ را فرمود تا که حقیقت حالی مرا فهمیده گیرد. من 1 هفته مهنت کرده تاریخ مذکور را نوشتم. آن پارچه 6 بیت 12 مصرع بوده، از جهت شعریت پست، پر از عباره و جمله های مدرسگی و از جهت ماده تاریخ بیهنرانه بود. با وجود این شریف جان مخدوم معقول یافت و هیچ تنقید هم نکرد. با همین ضمناً به شاعر بودنی من قناعت حاصل نمود. در زمستان سال 1895 1896 در مدرسه بدلبیک بعضی ملا بچگان همسایه حجره هم که درسشان از من پستر بود و پیش من در آمده بعضی چیزهای درسیشان را می پرسیدم. از این جمله ملا ایشان قل نام یک ملا بچه شهر اسلامی به من همسایه حجره بوده، بیشتر به حجره من می در آمد و درسش را می پرسید. او چندین بار از یاد شعر نوشتنی مرا دیده پی برد که شعر می گویم و به من گفت. من پارسال در مدرسه محمد علی حاجی استقامت می کردم و در همسایگی من مخدوم حیرت نام یک ملا بچه بخارایی خوشفهم بود. به حجره وی بسیار در آمده درس خود را می پرسیدم
وی هم مانند شما از درون خود غزل برآورده می نوشت. او حالا هم تو را می شناسد؟ من پرسیدم. چرا نشناسد؟ من با او قدردان شده ماندم. او را داماللای خود بر این می دانم. بعضا روزهای تعطیل به حجره اش رفته حال پرسی کرده می آیم. این طور باشد یگان روزی تعطیل او را به حجره من گرفته بیار. گفتم من به او. ایشان قول در روزی اولین تعطیلی همان هفته مخدوم حیرت را پیش من گرفته آورد. حیرت یک جوانی قدش از من پستری، گردن کوتاه، لاغر بدنی، سیاه چهره، چشمش سیاه بوده، لیکن چنان که می گویند راغ راغ می رفت. یعنی به هر چیز با حیرت و خاموشانه نگاه کرده می ایستاد. تخلص حیرت چنان به شخص او مناسب افتاده بود که من با دیدن وی از ملاحظه معنی تخلصش در این مناسبت پره تخلص با شخص شاعر در حیرت افتادم. در وقت ملاقات و پرس و پاس به چهره و چشمان او دقت کردم و به نظرم چنان می نمود که گویا از این پیش او را دیده باشم، اما به زودی به خاطرم نمی رسید. در وقت گفتگوزار نمی دانم از کدام حرکتی او باشد ناخواست به یادم آمد که این همان جوانی لاغر بدنی مخدوم خطاب یافته بود که من او را 2 سال از آن ملاقات در دهه ریگزار در شینی پسخانه دیده بودم و او آن وقت در حالت بیماری سختم به من بسیار غمخوری ها کرده بود. اگر آن وقت دلسوزی های آدم پرورانه او نمی بود و پیرمردی قامت خمیده پرشفقت را به سر من آورده مرا برباط نمی در آورد، همان روز در راه در خاک خاری تلف شده رفتنم ممکن بود. با وجود شناختنم از راه احتیاط تخمین خود را به او نقل نموده همان جوانی مهربان بودن یا نبودن او را از خودش پرسیدم. من در اولی به حجره‌تان در آمدن شما را شناخته بودم که همان جوانی بیماری یک رحمی باشید، لیکن شما مرا مگر دیرتر شناختید؟ گفت او در جواب. من از همه پیشتر کی بودن و چی بودنی آن پیرمرد مهربان و آن جوانان را و به خودش چی علاقه داشتنی آنها را پرسیدم. نظر به جواب او معلوم شد که آنها به او همگذر و موی سفید پیرمرد قدردانی پدرش بوده ملا دولت نام داشته است. کسب او حلواگری بوده. هر سال وقتی انگورپزی به دهه ریگزار رفته از آنجا انگوری 1-2 باغ را خریده شینی پخته به شهر می کشانده است و از آن شینی ها با دست خود حلواهای گوناگون پخته می فروخته است. مقصود جان نام جوان پسری کلانی او بوده، سوادی عادی داشته است، اما طاهر جان پسری خردی او با حیرت همسال و هم مکتب، خوش سواد، شعر فهم بوده است و با همین مناسبت ها با او جوره و دوستی نزدیک شده است. از بس که پدرش او را بسیار دوست می داشته است به شعرخوانی و برای مشغول شدن او به موسیقی رخصت داده بوده است. حالا او از اسبابهای موسیقی 2 تار را مشق کرده خیلی هواهای 6 مقام را هم از خود کرده بوده است. همان سالی که من با آنها در دهه ریگزار وا خوردم به سالی وبا راست می آمد. حیرت را هم همان سال وبا زده چندی بستری شده خوابیده بوده است و بعد از سلامت یافتنش ملا دولت او را به مناسبت قدردانی پدرش و جوره نزدیکی پسری خودش بودن برای درستر قوت گیراندن در وقت انگورپزی همراه فرزندان خود به دهه ریگزار برده است و او در آنجا انگور، شینی و کامه خورده درستکک به قوت شده آمده است. شما گفتار 72 را از روی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید.
راوی عبدالرشید خوجمقلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.